از من سوال کردن که حاجی بابا ما امروز امکانیت داریم که بچه‌هامون فرزندامون چچنستان یا داغستان یا مصر یا ترکیه یا دولت‌های عرب برای تحصیل علم اسلامی روان کنیم. همین امکانیت ما پیدا کردگیم. مقصد شما در همین مسئله چی مصلحت من میتین؟ یعنی مقصد اونا که کدام دولت بروند، کدام مقصد از همین بین همین دولت ها کدام شا انتخاب کنیم که مقصد بهتر خوبتر است. در جواب این سوال شما من این را گفتنیم که شما فرزنداتون بر این دولت هایی که نام گرفتین روان نکنید. فرزنداتون با این ملک هایی که نام گرفتین روان نکنید. فقط مسلمانی در همه تاجیکستان ما نیست. الحمدلله امروز 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا هم میوایان لا اله الا الله میگویند، هم میوایان نماز میخوانند. شما چشماتون گوشه تلویزیون امروز پرابلیس که انتن برآمد است، انتنای ماهپاروی که به شاگرداش تاکید کرده که فرض عین 4 کتاب و مختصرش چیزی که در هوای که ازوای بیرون الله نخوانده و نگاه هم وای احمق است. آخر علم با 4 کتاب پیش نمیرد. امروز آسمان برآمدن دشمنای خدا. علم به خواندن و به تفسیر خواندن و به حدیث خواندن و به چیز پیش میرود. دیگه من همون نامه رو خواندم با اون کس که اخلاص من کم بود از روز با همون نامه رو خواندم یک بار یک گرده کم بود میشم تمام شد. بخاطر که انسان به علم اینقدر دشمن باشد. شما این ملک‌های را که نام میگیرین یکم که شما استادهای فرزنداتون را نمیشناسین که اینا مقصد در کدام روحیه خودشون کلان شدگن و در کدام مقصد در کدام مذهب و در کدام رویه همین استادا خودشون قرار دارن. شما این رالی نمیدانین. از همین لحاظ یکمش که شما نمیدانین اونها کیان، دویمش که شما میدانید که مذهب‌های اونها مذهب‌های امام شافعی، مذهب امام احمد حنبل. آخه مذهب شافعی هم حق است، مذهب حنبلی مالکی هم حق است. چی ضرورت اگر کتاب میخوانیم ما از دین میبراریم؟ چی کم بودی دارد؟ نه من شما بچه‌ها خواهش میکنم که این ملاها رو گپاشان بگیرید. عصر 21 شده است، عصر بیداری است، عصر از خواب غفلت خستن است، عصر با چشم کشا دنیا رو دیدن است. دیگر شما میخواهی که شناسه که دشمنان اسلام به مقابل شما چی توصیه ها دارند. امروز تفسیرها رو خوانید، امروز کتاب‌های نشر مشرگی رو خوانید.